مرد آی لاو یو نمیخواد، عشقم نفسم نمیخواد. تازه اگه زیاد عشقم نفسم کنی شک میکنه، میگه کاری داری، گوشام داره دراز میشه، پول میخوای. مرد اقتدار و جایگاهه. میگه اگر خانومی خیلی قشنگه، بچهش بی‌مسئولیت حرفش کن نیست. اگر خانومی در حضور بچه به مرد چشم بگه، چون بچه ذاتاً از پدر حساب میبره و چشم میگه، قطعاً به مادر چشم خواهد گفت. بچه چشم اطاعت رو از مادر یاد میگیره، قانونه. و خدا به مادرها توصیه میکنه جلو بچه‌هاتون به آقاتون زیاد چشم بگید. بعداً تو خلوت درستش کن، بگو حرف غلط بود، اینجا اشتباه کردی، ولی سرزنش و تحقیر و اینا رو جلو بچه نباید انجام بدی. آقا چشم، چون شما گفتی چشم، پیش من ولایت پذیری این عالیه تو زندگی، این کم رنگ الان تو زندگی. اگر خانومی میگه بچه‌م حرف گوش کنی، میتونم قسم بخورم خودت مشکل داری، چون بچه چشم از یکی باید یاد بگیره دیگه. این دوتا مثلث کل زندگیه. مرد دیوانه اقتدار و زن دیوانه محبت است. اینا رو سر جاش قرار بدید، چه زندگی میشه، دو موتوره کار میکنه.